اپراتور اگه تنظیمات رو در صحنه اصلی کار درست قرار داده باشه، مرکز هدف اصلی هم درست تصویر گیری کنه، خب با همه درست بودن ها باید در تصویر اون دوقلو یا جفلکه هدف مورد نظر با ویدیوش آشکار شه. حالا استثناءات و غیر استثناءاتش رو میذاریم کنار. اپراتور خطا کنه، سیستم هم خطا میکنه. اصلا هدف هست میگی نیست، هدف نیست میگی هست. و این خطای اپراتوره. اینجا در این تصویر ویدیو قبل تصویرگیریش رو در نظر میگیریم با ترشولد 45ش در صحنه اصلی کار با دیوی 80 یا 95. ویدیو 55 ترشولد 45 بوده. اصلا میریم از یک روش ساده G4 H1 استفاده میکنیم. اتوران رو میزنیم، R1 G4 رو انتخاب میکنیم، PS100 CL و CM میکنیم، H1 رو یه بار میزنیم تیک تیپش نمیاد، بار دوم دوباره میزنیم تیک تیپش میاد. اگه بار اول تیک تیپ اومد دیگه نمیخواد بار دوم بزنید. خب H1 رو زدیم، PS100 ویدیو قبل تصویرگیری 55 بوده، هر ویدیویی بوده همون رو انتخاب میکنیم. اینجا میریم تیک تیپ ویدیو قبل از تصویرگیری رو انتخاب میکنیم که 55 بوده، PS100. بعد میایم اینجا دیوی 80. خب در دیوی 80 یا 95 برابر ترشولد 45 آیا ما دوقلو یا جفلکه ویدیوهای قبل از تصویرگیریمون که 55 بوده رو داریم یا نداریم؟ تکنیکش هست یا نیست؟ خب ما در این گوشه یه 55 داریم، اینجا 51 داریم، اینجا 52 داریم. خب این تو این گوشه اومده تو صحنه اصلی کار. اگه زمان تمرین بود ایرادی نداشتیم، میگفتیم گوشه میره عدد ویدیوهای 45 تا 65 میاد که اصلا این فیلم ها این آموزش‌ها رو ببینید نیازی به تمرینی هم نیست. خب این گوشه است، اپراتور به اختیار میتونه دست بزنه. تو همه روش‌های دیگه هم همین حالت وجود داره. این شرایطی بوده که این خطا رو اپراتور در اینجا کرده. حالا دوست داره اختیاری به اینجا دست بزنه. این خطایی که اپراتور میکنه که دیگه کسی نمیتونه بیاد جلوشو بگیره و اصلا شاید هدف نباشه منابع و میدانهای ترکیبی باشن. در صورت این شکل اینجا هست، این ترکیب اینجا هست، اپراتور هم اینو گرفته. شما شکل‌های گوناگون و روش‌های گوناگون و نوع‌های متفاوتی رو میتونید به کار ببرید، ببینید هستش، خطا میشه، اینا هم شکل همن، نزدیک همن. فیلتر و آنالیزش رو باید ببینید چیه و تکنیک و روش کاریش. تصاویر اصلا متفاوتن، هم شکلن، یه جا 10 بار میگیری همون شکلیه میگیری نیست. این روش هایی که پیاده میکنن روش هایی که باید بتونه اپراتور طبق اصول ازش بهره ببره و برابر اصول پایه‌ایش پاسخ بده. اگه تو روش های دیگه بخواد پاسخ بده که اصول پایه‌ای نیست، خب اینا جریانی مربوط میشه به اختیاراتی که خود اپراتور میتونه انجام بده، مانند همینجا که هدف رفته گوشه تو صحنه اصلی قابل قبول نیستش. حالا میریم روش دیگه ای از اینو پیاده میکنیم، یه روش ویژه خاصی که اصلا جدا از این روش هاست که اینجا ما هدف مورد نظرمون در هیچ کدوم جی و سی و پی و هیچ کدوم نگرفتیم برای صحنه اصلی کار. زمان تمرین نیست که بگیم میری گوشه یا یه روش دو روش جواب بده درسته. این صحنه اصلی کاره، بعد پاسخ درست به ما بده. حالا این روش رو میریم جی 3H2 رو پیاده میکنیم که اصلا روش متداول و قابل اطمینانی نیست، ولی برای جاهایی که مثل اینجا اتفاقی میفته که میره گوشه میره بالا، میخوایم ببینیم چه حالتی پدید میاد. آیا اینجا خروج انرژی ها در حالت هوازدهی و همرفتیه یا نه؟ خب این تصویر همون تصویر دیگه. اتوران رو میزنیم، R1 G3 رو انتخاب میکنیم، PS100 CL و CM میکنیم، H2 رو میزنیم دوبار تا تیک تیپش بیاد، PS100. خب تا اینجا پیش رفتیم. اصلا میریم هاتراکش هم میدیم، تیک تیپ هاتراک هم میدیم، PS100. میایم روی دیوی 80، میریم رو PS0، میایم رو P20. خب PS0 ما در اینجا یه جای خالی مسیر یا راه داریم تو دیوی 80. تو دیوی 95 هم جای متفاوت هست، ولی ما اینجایی که موضع عدد 55 بوده مد نظره ها، نه چیز دیگه ای که بخوایم بحث کنیم سرش. اینجا 55 تو اون تصویر به ما داده بود تو روش G4H1. میایم دیوی 5 رو میزنیم، میبینیم اینجا یک مسیر، یک راه و یک جریان در اینجا وجود داره که یه شکل متفاوته. خب اینجا میتونه حالت هوازدهی باشه که نرمتر باشه یا حتی سفتر باشه ولی از اطرافش نرمتر باشه که داره جریان رو منتقل میکنه. این تو دیوی 5شه، تو دیوی 80 و 95ش. حالا میریم تو دیوی 5 تو PS0 یا P20. خب این دوتا رو دیدیم. میایم هاتراک رو از اینجا حذف میکنیم، تیک تیپش رو PS100 رو میزنیم، میریم تو دیوی 5، میایم تو
صفر. دقیقا همین جایی که به ما 55 میداد در روش G4H1 یک محدوده هست که متفاوته. حالا میتونه چای عمیق باشه، میتونه اتاقک باشه، میتونه جایی باشه که اصلا دست خورده پر شده، حالا داره انرژی از اینجا به این سمت میاد. پس اینجا نمیتونیم اصلا در صحنه اصلی کار به عنوان هدف هم قلم دادش کنیم. هدف اصلی نیست، چون اصلا میدانهای ترکیبی، منابع کلسیومی یا هر چیزی دیگه ای باشه. چون ما دو قلوه ویدئو قبل تصویرگیری در روش G4H1 نگرفته بودیم، در G1 هم نمیگیریم، G2 هم نمیگیریم، G3 هم نمیگیریم، CMPNH هم نمیگیریم. اینجا صحنه اصلی کاره. این روش هم خواستم بگیم که میتونید ازش بهره ببرید. البته روش متداولی نیست، اصلا روشی نیست که قابلیت استفاده در همه جاها و همه مکانها رو داشته باشه، ولی آشنا شدن باهاش ایرادی برش نیست. ولی هاتراک رو وقتی میدیم تیک تیپش رو P100 رو میزنیم، این ترکیبش عوض میشه. این عوض شدن ترکیب مهمه که کلا شکلش در دیوی 5 و دیوی 80 یا دیوی 95 متفاوت میشه. ولی هاتراکی که حذف میکنیم، مثلا همین PS0 رو میزنیم، اینجا مشخص میشه به چه صورته، در دیوی 80، در دیوی 95، دیوی های بالا برابر ترشولد 45 ها. این هم فقط جهت آشنایی خواستیم بگیم که این نوع تصاویر و این نوع روش ها رو میتونید مثل GSH2 برای بعضی مناطق که اینجوری امکان داره مسائل همرفتی هوازدهی و مسیرهای کانال‌های دهنا یا دستسازی بوده که انسان بهش دست زده استفاده کنید، که البته روش H2 هم هست که اون قابل اطمینان تر از اینه. در هر صورت میتونید ببینید که اینجا صحنه اصلی کار، هدف هم وجود نداره، اپراتور خودش میتونه اختیاری دست بزنه.